چیز داره 39 دلاره که برق داره. این پایه برق داره. مگه پایه برق نداره شبیه 20 دلار داره. او نگاه کن میزان پرمردن کیف میکنم ما حالا داریم حساب کتاب میکنیم برای یک قرون دو قرون. خب ما پول نداریم عزیزم. آدمی که 40,000 دلار تو حسابش پول هست میگه پول ندارم. خدایا این آدما رو یهودی‌ها رو ما چیکارشون کنیم؟ حسابم کجا 40,000 چقدره؟ 45,000 2 ساعت دلار. پیش میگفتی 30,000. این زیاد میشه آخه. ببین این هر روز زیاد میشه. اینا چادر زدن با اینا برق نداره. نه من اینجا میترسم کلی چیزی اینا میدنم. اینم یه چادر کلبه‌ها خوب بودن ولی تعدادش چون کمه فکر کنم همونه گرونه. اونجا اون پایین اتاق بوده. اینجا دیوانه حوصله‌اش سر. دستشویی هم نداره مریم. دستشویی میره پشت اون بشوشتیم دیگه. نه خود تو دل طبیعت باشه. یه ذره ادب نداری. چی خوب شد دستشویی با شوشیدن چه فرق میکنه؟ همینجا وایسا همینجا. نه مثل دیانه